ملائکه هایی که همیشه با همراهی انسان هستند، کرام الکاتبون، حسنات شما، نیکی های شما و بدی های شما را می نویسند، اینها به انسان بالغ همیشه هستند. انسانی که مکلف باشد، عقل داشته باشد، اما مجنون باشد، عقل داشته نباشد، یا که کودک باشد و این هم به درجه مکلفی بلاغت نرسیده باشد، این ملائکه ها با همراهی او 100% همیشه همه کار او را نمی نویسند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مقصد از نوشتن ملائکه ها این حساب کتاب است که روز قیامت شما جواب باید بدید. اما وقتی که یک مجنون است، قلم از بالای مجنون برداشته شده است، قلم از بالای کودک و قلم از بالای کسی که خواب هست برداشته شده است. از همین جهت ملائکه ها این سه طایفه رو نمی نویسند. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن رفعت الاقلام عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يبلغ. آدم خواب، آدم مجنون تا صحت شدنش و آدم یا یک انسان کودک تا به بلاغت رسیدنش، اینها رو قلم نمی نویسد. معنیش چی؟ ملائکه‌ای که می نویسند در اینها وجود ندارد.